عکاسی و ادیت همیشه مکمل همدیگه بودن. یعنی شما اگر یه عکس خوب بگیری و ادیت بد روش بزنی تبدیل میشه به یه عکس بد. اگر یک عکس بد گرفته باشی و یک ادیت خوب روش بزنی میتونی تبدیلش کنی به یه عکس خوب. بریم با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری یه رنگ سینمایی قشنگ بسازیم و اون رو به عکس اضافه بکنیم. خب همونطور که میبینی من عکس رو داخل نرم افزار لایت روم باز کردم. برای لایت روم کلا برای اصلاح رنگ، فتوشاپ برای تغییر سایز و کادر عکس، برای روتوش، برای روتوش چشم، پوست و باز دوباره یک اصلاح رنگ نهایی در فتوشاپ انجام میشه. ولی من عادتمه که اول عکس رو تا شات زدم وارد لایت روم میکنم و از طریق لایت روم یه خروجی میگیرم میبرمش رو فتوشاپ و بعدش تمام. خب عکس من داخل نرم افزار لایت روم الان بازه. اولین کاری که میام چیکار میکنم؟ میام اینجا رنگ و اکسپوژر، کنتراست، سیاهی، سایه، میام اول ترتیب اینا رو به ترتیب یک گذاشته 5 تا با کلیک بالا پایین کیبوردم 5 تا خودش جابجا میکنه. میام ببینم کدوم بیشتر بهش میاد. اگرم مطمئن باشم از هر چیزی موس روش نگه میدارم زیادش میکنم. مثلا من شادوز رو میخوام زیاد باشه چون عکسم یه ذره تم تاریکه. میام دوباره وایت رو میبرم بالا، بلک پایین، یه دیهیز ریزی بهش میدم که یه سیاهی به عکسم بده. حالا اگر من اینو بزنم یه قبل و بعد ببینیم میبینی که عکس روشن‌تر شد. فقط میخواستم یه ذره روشن بشه. حتی میتونم اینجا اکسپوژر رو دوباره یکی دیگه کم بکنم. خب دومین کاری که میکنم یه نور رو یه ذره کم و زیاد کردم. دومین کار میام اینجا دمای عکسم رو درست میکنم. میام یه ذره میارمش پایین. نیت اینه که عکسمون بره به سمت سردی. میام تمپو ببخشید میارم دونه دونه با همین کلیک موس میزنم خودش 50 تا میاره پایین. خب این به نظرم خوبه. یه ذره هم تینتو میبرم رو به صورتی، فکر کنم 10 خوبه. میام پایین میرسم به کالر میکسر. توی کالر میکسر شروع میکنم یه ذره به پوست گرما دادن چون اونجا درجهشو آوردیم رو به سرما و سردش کردیم. رنگ آبی اینجا رو یه ذره میکشم زیاد میکنم، اینم همینطور و قرمزی هم 10 تا بهش میدم طبق عادت. حتی میتونم پوست رو که توناژ نارنجی داره رو دوباره حتی بیشترش کنم بیارمش تا رو 15. اینجا میام ذره فقط روشنش میکنم. میتونم آبی اینجا رو حتی یه ذره هم تیرش بکنم که بیشتر خودش رو نشون بده. خب حالا کار نهایی که میخوام بکنم چیه؟ کار نهایی اینه که میام داخل کالر گریدینگ، از طریق کالر گریدینگ اون رنگ سینمایی رو تکمیلش میکنم. چیکار میکنم؟ میام اول اینو میارم سمت یه ذره توناژ نارنجی که به پوستش توناژ نارنجی رنگی بده. ناکوین قبل و بعدو که میذارم هم به عکس توناژ نارنجی یا گرما داد هم به سوژه. بیشتر سوژه مد نظرمونه. فقط در حد این که یه توناژ بهش بدیم ببینیم چه شکلی میشه کافیه. میریم دوباره سر وقتش. میام اینجا شادوز، به نظرم شادوز رو میخوام که چون تم سرد بگیره عکس میارم سمت سرما و سردی یعنی آبی. اینم دوباره به نظرم میتونیم یه هایلایت گرم بهش بدیم. اینم دوباره میارم سمت نارنجی قرمز. خب این تغییراتی که تا الان ما به عکسمون اعمال شده، میبینید لباسش خب نمیخوام هم رنگ پس زمین آبی بشه، یه ذره توناژ گرم گرفت، پوستش هم همینطور. حالا برای اینکه بخوایم بهتر اعمال بشه چیه؟ میایم روی گزینه هایی که اینجا داره کلیک میکنیم، مثلا شادوز، هایلایت. مثلا من میام روی شادوز. خب اینجا یه سرما بهش داده بودم، میام سرما رو یه ذره اینجا ساتوریشن رو حتی ببینم بیشترش کنم چه شکلی میشه. نه عدد 16 بود اگه اشتباه کنم. بله میام میکنمش 20. خب درست شد. میام اینجا یه ذره روشن‌ترم میکنم عکسو، یه ذره فیدش میکنم یه کوچولو، مثلا 5 تا خوبه. میام دوباره سر وقت، بذار بریم هایلایت. میام سر وقت هایلایت. اینجا هایلایت هم ساتوریشنش رو میارم پایین، میارم روی 9. نمیخوام خیلی چرا؟ بذار یه ذره بره بالا، میارمش روی 20 و میام در آخر اون توناژ
گرمی که دادم به عکس رو کمترش میکنم، میام سچوریشنش رو میارم روی 9، یه ذره هم اینجا میچرخونم این سمت قرمز و نارنجی، یه توناژ این رنگی. خب حالا اگر بریم قبل و بعد عکس رو ببینیم، میبینید عکس خیلی گرم تر شده بود و با این تغییری که دادیم رفت رو به سرما و حتی پوست هم بهتر شد. حالا میام دوباره سر وقت کالر میکسر، دوباره اینجا آبی رو بیشترش میکنم، میام رنگ پوستم همون 15 خوبشه، فقط یه ذره روشن ترش میکنم، اینجا ردم روشن‌تر میکنم و تمام. این تغییر رنگ سینماییه که ما به عکس دادیم. حالا یه بار کلا تمام تنظیمات و کاری که کردیم رو ریست میکنم، میبینید چقدر عکس عوض شد، چه توناژ سردی گرفت. الان این عکس این قبلشه، این بعدشه. یا حتی میتونم بیام اینجا اینو بذارم، بذار دوباره اینو انتخاب بکنم، این ناکنین بیفور افتر عکسمونو، چقدر توناژ رنگ سینمایی، توناژ سرد و قشنگ اون عکسی که خودمون میخوایم شد. حالا برای اینکه عکسمون اون پروژه خروجی نهایی داشته باشه میبریمش تو فتوشاپ. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودی. خوشحال میشم اگر دوست داشتی ویدیو رو لایک کنی، کانال رو ساب کنی، زنگوله بزنی که هر موقع ویدیو جدید اومد اولین نفر به تو خبر بده.